تراشکاری از چه چیزی داره؟ این دیتیلی که داره به چه درد می‌خوره؟ حالا شما میاد یه لنز ماکرو بندید، میاد این جزئیات این تراشکاری رو فلان می‌بینید. چقدر قشنگ‌تر میشه و تو کارتون تاثیر بیشتری داره. به هر صورت سعی کنید تو کارهای تبلیغات صنعتی که می‌رید، باکس لنز که همراه خودتون می‌برید، همراه باکس لنزتون حتما یه لنز ماکرو با خودتون ببرید. خب ما نداریم، نمی‌تونیم. آره. اجاره باید بکنید دیگه. در اصل خب ما نداریم، نمی‌دونم مثلا من 100 تا لنز با خودم بگیرم ببرم. اجاره می‌کنم. آقا یه لنز چه می‌دونم 24-70 می‌گیرم یا لنز فیکس می‌گیرم یا نه باکس لنز می‌گیرم. توی دوربینای کانون 100 ولی عدد داره ماکرو، یعنی فقط عدد چیز نیست. من لنزا رو بهتون درس ندادم. عالی شد. جلسه دیگه خیلی کار داره. میخوایم امشب بمونیم تا آره لنزهای ماکرو رو بدونیم. لنز درس ندادم. مثلا نور پردازی بنویس فیلمای نور رو براتون دادم بعد گرفتیم لنزا رو دیگه. آره ولی خب خیلی در مورد ماکرو صحبت نکردیم. بخصوصا توی فیلم نشون دادید. از لنز ماکرو استفاده می‌کنیم. بچه‌ها نور پردازی توی فیلم صنعتی و توی فیلم تبلیغاتی نور اون به چه صورت؟ حالا یه سری میگن آقا نور تخت بگیر، نور فلان بدیم، سایه بدیم، سایه بدیم. اینا برمیگرده به نگاه شما به عنوان فیلمبردار، به عنوان کارگردان. مثلا نگاه زیبایی شناسیتون چه شکلیه؟ آقا یه وقتایی ما از سایه‌ها استفاده می‌کنیم تو کار. یه وقتایی هم نه نمی‌خوایم سایه داشته باشیم. این کنترل کردن محصول، کنترل کردن سوژه خیلی باید فیلمبرداری ما الان یه محصول رو با هم دیگه انتخاب می‌کنیم. می‌بینیم اینجا نور پردازیش رو با هم دیگه انجام. ببینید شما چه نوری مد نظرتونه؟ با کیف و این کیف به نظرم این کیفو بردارید. سخت باشه. چون رنگش هم میشیه. بله. همین رو الان فیلم برداری می‌کنم. یه نور پردازی. برای